دوست پسر داری؟ بله. اگه همین الان بهت بگم یه شیخ عرب پولدار بهت پیشنهاد میده که باهاش بری دبی میری؟ قطعا. دوست پسر داری؟ آره. اگه همین الان یه شیخ عرب بهت پیشنهاد بده پولدار بهت پیشنهاد بده که باهاش بری دبی، دوست پسرتو ول می‌کنی؟ چرا که نه درجا سرخ داری؟ نه مرسی. پسر داری؟ بله. خب اگه بدن پیشنهاد بدم که دوست پسرتو با یه شیخ عرب پولدار عوض کنی، عوض می‌کنی؟ 100% نه. 100% نه. چرا؟ چون که خودم خرج دوست پسرم هم میدم. چه میدی؟ چیکار می‌کنی شما؟ من خودم هر هفته میرم امارات. بارها گفتم، همتون هم به خوبی میدونید که زن ایرانی، مرد ایرانی به نجابت و پاکدامنی و ناموس پرستی در دنیا شهره است. نمیدونم چه جریانی پشت این مصاحبه ها هست که داخل شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه و هیچ قصدی نداره جز این که ناموس مملکت ما رو، ناموس ایران رو بفرسته برای اعراب حاشیه خلیج فارس.